اینقدر شما بسیارو خرسکادان رنگ همین کسلوی خرابالو باریده. السلام علیکم مادران، خواهران، برادران، پدران، پیرو برنامه که امروز با تشریف خواهر عزیزمان آرزوگل خان اینجا قدم رنج نمودید. خوش آمدید. قدم های شما و دیدگان ما به شما استراحت خوش تنصیحاتی تمنا میکنیم. بار دیگر من به شما یادرس میشم گفتنی هستم که اگر کدامی از شمایان در حقیقت شنونده باشین، تماشابین هنرمندان اصیل باشین، خواهین که به فنگرامه یعنی مردن و زنده خوانن فلرمون با اومدن گیرتون. این هم به شفاعت حاجی افضل شادی است. خوب بار دیگر خوش آمدید همه‌تون. اون مادرایی که کلناشون گریخته آمده که به شما استراحت خوش. او کلنایی که ای دست خوشامد طاقت کرده گریخته آمده که استراحت شما هم استراحت خوش. سوم کاتگوری آدما، او آدمایی که قرضدار هستیتون کو. قرضدارا شما کافته است، شما در اینجا راحت کرد کنسرت تماشاتون شما به استراحت خوش. تصور کنید شما ایگون کس قرضدار نیستیتون. تلفن کشتون. و کجا میدونید شما پول میگیرید تماشا میرید و استراحت کنسل میبتون آخه همه آدم قرض داد بس سوراخ کرده میست آدم بیزار میکنند نه سزای وای همین گیرو نکنید تو تلفنتون. گویا که شما ایگون از قرض شما بهترین ما نگیرگیرید خودش شما کافته گردد و میرید قرصک با برای خدا میزنید. دائما صحتمند باشید، سلامت باشید. در لبان شما دائما تبسم هویدا باشد. تن گرم شما یک عمر درد نبیند. دعا میکنیم که دائما سلامت باشید و دائما دکتر رو بیکار گردن. الله اکبر. لیکن معاش گیرن مالا $1000 گیرن و بیچاره 8 سال 10 سال پول داره خونده که واییم. یک واقعا نقل میکنم. دارو فروش اپتیکا با دارو فروخته استاد است که اپتیکا شو هستون می اپتیکا چیا بدین؟ پیش خدا نکنه شما کسل شویتونو. پیش دکتر میری باید دکترو وراج می دکتر میبیند که با قطعی اپتیکا چیا دادو گریف داشتین اینا کلینت و یا بدین اینایو. با گپ میزنه هم دکتر که این دارو فقط اپتیکا رقم 1 یا که او فلان جا بعد خشت برای خود شبیه کرده میخیر کرده. دیگه ایگون جا قبول نمیشده است. میدونید چه؟ من کل به شما گپ میزنم یک اپتیکا چی دارو فروخته است که یک مردک میدونه جان خلیب داری تاقا جان اینجا دارو خانه انا وای در دیگر بازار اینا بخش هیچ گپ نیست. روز دیون با آمده جان دینا خلیب نداشتی برش خلیب داری البته تاقا شما دیوانه می یک آدم 30 سال کلان رفتگی آخه انا وای در دیگر اینجا دارو خانه اپتیکا داد نزن اتوی چت میکنی رو اینجا یک هفته دارو فروش بیزار کرده. این دارو فروش هم گفته که بیا بالا با پسش یک خلیب گرفتم اونم کاری چیکار میشه باشد گفته یک خلیب گرفتم اونده که یک هفته پس با اومده جان خلیب داری؟ ها دارم. خیلی یک خلیب بوده انا خلیب شما با این مرد خلیب گرفته با یک تای دیگه زده نامرد تقا خلیب بوده دادم خلیب داد خلیب گرفته با چی منم میزنه خلیب داری یک هفته شو آدمای احمق تر گشتی تو. یا مرد گای کار اومده که کلین اوقات نکرده است. تو همین روز در روز دخونه خوب خوشت نمیتید یک پیاله همین یک من به حیلو اوقات کنی من کار مونداش آمدم این زنکچه خدا گیرد آوازتون بلند نکنه 2 روز شد میان درد ماخی میانم همین قدر ایجام جمیدن نمیتونم اپتیکا روی یا مزی نو برو اومده یا مز بیاره من ساعتم با چی بوده و مز خودت رو واخی من گشتن نمیتونم. این زنی همسایه من دیده گفته که میانی منم درک ده همین دارو گرفتم شکیدم مز بوده است مزی نغز به اینا گیری نو برو اومد بیار خیر کن. این مردک نام چه کاغذ گرفته نام مز خونده که چی؟ سینا فلان چی؟ سینا فلان اوه بلازد خدا گرفت اختراع کاری داریه خودت رو یکم فروشنده زنک بیده خودت رو آخی روید نمیتونه هم میلاش بشوره مردکی تقوادار شرمگی بوده است آمده اپتیکا بی دارو فروش یک زنک با چیکار کنم اکو من خد با ایستاده بفتای وای چیز وای ها چیز گپ زنید تا کجا گپ زنید باید بین بیمار و عموما طبیبا باید که عموما یگان سر نباشد. ولی استو من توبه میکنم استو جلو میشه اینجا گپ زنید تا جان این بیچاره استا اینجا استو نراو اینجا استو
گپ زنید آقا جان، چی شرمه که گپ زنید؟ این مردک سراسی ماش نام دوره فراموش کرده بچه. ای خواهر جان میبخشم این جیجی فلان نداری تو؟ سلام. سلام. نام شما؟ آذرشا. شادی؟ ها. یا تا با یه هفته پیش یک آدم دو پا درست یک قشیمو کاستوم روبری همینجا چی بای خیلی شدی؟ ای بچه چی با مایده شدی؟ خنوکه. تو توچین همه افضل شادی میاخی؟ ها. تو راهبری همین کارخانه میاخی؟ ها. انا هنگو این جری من بیا یک قرص روی افضل شاه بزنیم. من افضل شاه جان الهی یک ساعت پس بینم که با کسنو برو گلسکا در همجا باشم خیلی کده گردی پیش فلبانه با یک قرص برای افضل شاه. او